تعدادی از اهل سنت هم متاسفانه از بس که کلیپ های ناخوندار رو میبینن، برنامه اینا رو میبینن، اینها هم متاثر شدن. یکی از اینها که متاسفانه از کلیپش حتی دشمنان اسلام هم سوء استفاده میکنن، این رو با هم ببینیم. و دور کعبه کار چیز بدل در این ماه رمضان دورت میتونم کعبه را خودت پیدا کو، جستجو کو، از امتحان کوچه‌تون بخی نبرای. اگر کعبه را ندیدی بیا باید کعبه را نشان میدم. کوچه میری $3000 مصرف میکنی، اینجا بجات مصرف کن. اما تو از مالش اونجا $3000 مصرف میکنی، اینجا یک بجات فقط تو دو تا دیگه $2000 شد. کعبه را وقت نشان بده. به دور کعبه کارت چیز بدل. اگر فهمیده ای دل خانه ای کیست، اگر فهمیده ای دل خانه ای کیست. به یک دل گرفتن مبالغه میره نمیکنم، سر احساساتم نیستم، بعد روشم تا آرام کشم و گپ میزنم. دل یک مسکین شاد بگردان، برو برای یتیم بیچاره لباس بگی، بود برش بگی، ده حج قبول نشد انشاءالله، اما ایمانی که با پروردگار ما و شما داریم، با اون کشف کم بیشی که دین ما خوندیم، یک کم بیش. عزیز، نمیخوام حالا کلیپ کامل ایشون رو بگذارم، گرچه من رفتم برنامه کاملش رو دیدم. منظورش از این که به حج نرید، به عمره نرید، حج فرضی نیست. میگه گرچه من یک رأی خاص خودم رو دارم که رأی خاص خودش هم این است حتما که نرید، اصلا به حج فرضی هم نروید. متاسفانه یک مشکلی در فهم دارن این واعظین که هستن، خطبا متاسفانه در مساجد، وقتی علم شرعی نباشه، علم دین نباشه، مرجعش میشه بیدل، مرجعش میشه مثنوی، مرجعش میشه حافظ شیرازی، مرجعش میشه سعدی، مرجعش میشه فردوسی. مرجع ما قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. میگه تو برو یک مسکین رو غذا بده، ثواب 10 تا حج رو بگیر. دوستان عزیز، گاهی اوقات اصلا سوراخ دعا رو گم کردن اینها. امروز در دنیا این همه اسراف و این همه ولخرجی هایی که صورت بگیره به عناوین مختلف، شاید 1% خرچی که 3-4 میلیون نفر در مکه میکنن در موقع حج هم نباشه. یعنی این همه خرچ و مصرفی که مثلا 3-4 میلیون حاجی اگر در مکه بکنن، 1% اون اسراف و به اصطلاح خرچ و مصرفی که در بعضی از مراسم های دیگر در این دنیا صورت میگیره نمیشه. اما اینها زوم کردن سر کعبه، زوم کردن سر حج، زوم کردن سر حرمین شریفین. چرا؟ تو چی دشمنی داری با مکه و مدینه؟ چه دشمنی داری با رکن 5 اسلام، با حج بیت الله الحرام؟ چه دشمنی داری؟ من امروز در این روزها دیدید که آقا اینها میان گوسفندهای زیادی رو در اونجا میکشن، اینا میان در اونجا پول خرج میکنن، پولشون رو مثلا به آل سعود میدن و پولشون رو به عربا میدن و پولشون فلان میدن، یک قسمت قضیه رو قومی میکنن که انه اینها عرب هستن و خلاصه ما داریم به اینها پول میدیم، اینا از پول ما اینا ثروتمند شدن، در حالی که این پولی که حجاج در اونجا میبرن شاید معادل 1 روز 2 روز صادرات نفت عربستان سعودی هم نشه. از این باب احساسات مردم رو تحریک میکنن. بعد از اون که به فقرا کمک کنید، به مستمندان کمک بکنید، به اینا. آقای واعظ، آقای خطیب، جناب مولوی صاحب، به جای اینکه بیای این حرفا رو بزنی، مردم رو نسبت به حرمین شریفین دل سرد بکنی، به در مورد اهمیت زکات صحبت بکن. امروز اگر یکی از تجار افغانستان، یکی از تجارش، همچنین در ایران یکیشون بیاد زکاتش رو در افغانستان خرج بکنه، باور به خدا بکنید برای 1 سال برای همه فقرای افغانستان کافی است. همین آقای عزیزی، تاجر معروف افغانی، صاحب کامیر و برج عزیزی در دبی، تنها به یک مؤسسه خیریه 800 و چند میلیون دلار کمک کرد. یک مؤسسه خیریه بود، مبارزه با سرطان نمیدونم فلان در دبی. شما فکر بکنید اگر ایشون فقط زکات مالش رو در افغانستان خرج بکنه، در افغانستان فقیری نخواهد بود. بقیه تجار رو بگذارید کنار. و مثل ایشان 10 صدها هزارها ما داریم در افغانستان، در ایران همچنان، در تاجیکستان، در بقیه کشورها. چرا مردم رو به زکات تشویق نمی کنید؟
یک رکن دیگری از ارکان اسلام هست، پایشون رو لچ کردن. برای چی؟ برای مردم رو دلسرد کردن از مکه و از حج و از فلان. یا مرض دارن، یا جهل دارن، یا متاثر شدن از این فرهنگ آخوندیزم ایران. چرا باید این گونه باشن؟ من همینطور سرچ کوتاه کردم، باور کنید 5 دقیقه وقت گذاشتم در شب کریسمس، در یک شب، در شب کریسمس تقریبا، یعنی شاید میگه که صدها میلیارد بیشتر از این مبلغ هم باشه، بیش از 550 میلیارد دلار، 550 میلیارد دلار تنها در شب کریسمس خرج شده. برای چی خرج شده میدونید؟ درخت کریسمس و این آتشبازیایی که صورت گرفته. یعنی شما فکر کنید میلیاردها دلار، صدها میلیارد دلار رو مردم در اون شب چی کردن؟ آتشبازی کردن، یعنی دود کردنش در هوا، تموم شد رفت. یکی از این ملاهای احمق منبری ما نمیاد در مورد کریسمس صحبت بکنه که ای جهانی که امروز دارید با مکه و با حج دارید مبارزه میکنید و توی احمق ملا هم رفتید دنبال روی اونا شدی. چرا در شب کریسمس مردم دارن از گرسنگی میمیرن در آفریقا، در سراسر جهان؟ شما بیش از 550 میلیارد دلار رو فقط سوزاندید، آتیش زدید. تنها در نیویورک، تنها در شهر نیویورک، در یک قسمت شهر نیویورک، در تایمز اسکوایر، در اونجا بیش از 6 میلیون دلار خرج آتشبازی شده در شب کریسمس. تنها در برج خلیفه در دبی بیش از 2 میلیون دلار فقط خرج آتشبازی در اونجا کردن مسیحی‌ها. تنها در بندر سیدنی در استرالیا در شب کریسمس فقط 2 میلیون دلار خرج آتشبازیش کردن در اونجا. تقریبا قیمت از اون مبلغی که خدمتون ذکر کرده بودن، تنها قیمت این درخت کریسمس که درست میکنن، درخت بلوط مانندی از چراغانش میکنن، خلاصه حدود 200 میلیارد دلار فقط خرج این میشه در کل جهان. اینا همه تقریبی است، دقیق نیست، یعنی شاید 2 برابر 3 برابر این مبلغ باشه. یکی از این احمقا بلند نشدن بگن که آقا شب کریسمس این همه خرج میکنید، چرا همین رو به فقرای جهان کمک نمی کنید؟ حالا مثلا 30,000 نفر که از افغانستان برای ادای رکن اسلام رفتن، همه اینها آتش میگیرن که آقا چرا مردم به حج و عمره میرن؟ درست است، مثلا یک بار حج کردی، حج فرضی کردی، دیگه نرو، پولشو به فقرا و مستمندان کمک بکن. ما با این مخالف نیستیم، بلکه این بهتر است. یعنی کسی که یک بار حج فرضی کرده لازم نیست دیگه بره، پول اون رو به فقرا کمک بکنه، اجر و پاداش بیشتر میگیره. کسی یک بار عمره رفته دیگه لازم نیست هر سال عمره بره، پولی که اون سفری که میره عمره مثلا 1000-2000 دلار خرج میکنه اون رو به فقرا مستمندان بده. این کار نیکی است، کار پسندیده است، بلکه واجب است که این کار رو بکنه. اما نه، این حرف در لابلای این حرفا یک نوع بوی دشمنی با حرمین شریفه میاد. به خاطر چی؟ در اونجا عرب ها هستن، پولتان رو به عرب ها میدهید. دقیقاً آقای صدیقی حرفایی رو میزنه که آخوندهای شیعه میگن، دقیقاً همون حرف رو. حالا مد شده متاسفانه در افغانستان، مدتی از مد شده که هر کس هر چی میخواد بگه به نام عرب ها. من نمیخوام اینجا از عرب ها دفاع بکنم. من یک خدمت شما عزیزان 2 تا کلیپ هست. دوستان عزیز،
این رو اگر نشون بدن، این آقای صاحبی است، رقص موی دختران عرب. این عرب اینجا هست، این رو روش حرف دارم. این آقای صاحبی، نصرت صاحبی، یکی از دعوتگران جوان است. برنامه‌های خیلی جالب و خوبی هم داشته. بعضی از کلیپ‌هاشو من دیدم و دعا کردم الله سبحانه و تعالی امثال اینها رو زیاد بکنه. لکن گاهی اوقات همین دعوتگرای ما یک رو میان یک موج سواری انگار انجام میدن، یعنی میخوان برای جلب و جذب بیننده بیشتر یک سری کلمات و اصطلاحاتی رو استفاده بکنن که امروز بازارش گرمه، عموم مردم خریدار دارن، در بین عموم مردم خریدار داره این کلمات. رقص موی دختران عرب. خب کلیپ بعدی ایشون رو عنوانش رو نگاه بکنید. عرب‌ها به غزه کفن فرستادند. عنوان کلیپ رو ببینید، عرب‌ها به غزه کفن فرستادند. مثل که آقای صاحبی 200-300 تا مجاهد رو مسلح کرده فرستاده، عرب‌ها کفن فرستادن، کار بدی کردن. خب من با آقای صاحبی، نصرت صاحبی، دو کلمه حرف حساب. آقای صاحبی، امروز در غزه عرب جهاد میکنه یا پسر عمو و پسر خاله شما تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره، ترکمن از افغانستان رفتن جهاد میکنن؟ این کسی که امروز داره در غزه جهاد میکنه عرب است. عرب، شوهر خواهر فلان و علان که نیست اونجا، عرب ها هستن دارن جهاد میکنن. همین عرب هایی که امروز آقای صدیقی و شما و امثال در بین دعوتگران، متاسفانه دعوتگران سوشال میدیای ما مد شده، بدگویی عرب ها مد شده به خاطر جذب بیننده بیشتر. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که دعوها فانها منتنه، این حرفا رو بگذارید کنار که از این حرفا بوی گند میاد. حرفای نجات پرستانه نزنید. یعنی چی عرب در فلسطین امروز عرب داره جهاد میکنه، امروز در مقابل اسرائیل عرب وایستاده. مگر مردم غزه عرب نیستن؟ مگر مردم فلسطین عرب نیستن؟ شما هستید، تاجیکا هستن، ازبکا هستن، ترکمنا هستن، ایرانی و افغانی و پاکستانی است. عرب ها هستن در اونجا دارن جهاد میکنن. در مقابل آمریکا در عراق کی ایستاد؟ عرب ها ایستادن. در مقابل ایران و آمریکا و روس و همه دشمنان اسلام در سوریه مگر شما ایستادید؟ عرب ها ایستادن. مسئله رو قومی نکنید. بگید حالا در فلان کشور این کار رو کردن، بگید دختران فلان کشور، امارات بگید. چرا کلمه عرب رو استفاده میکنید؟ چون الان مد شده، نه؟ هر دعوتگری که بخواد کلیپش بیننده بیشتری داشته باشه با بدگویی عرب ها شروع بکنه. این واقعا جهالت است، حماقت است. این از این گونه عناوین، از این گونه صحبت ها بوی تعفن نجات پرستی میاد. و همین آقای صاحبی در 20 سالی که اگر عرب ها به قول ایشون دخترانشون رقص مو انجام دادن، به وطنداران همزبان تو در بگرام، به مردهایی مثل تو، به قوم خیشت، قوم خیش به معنی دختر، به پسر خاله و پسر عمه نیست، یعنی به قوم تو، به تاجیک، به پشتون، به ازبک، از هر قومی که هستی، به وطندار تو، به همشهری تو در بگرام به مردانش آمریکایی‌ها تجاوز کردن. چنان تجاوز کرده بودن که سرحد همشون به بیمارستان کشیده بود. آقای نصرت صاحبی یک کلیپ در این مورد پخش کرد. مثلا امروز آریانا سعید و سیتا قاسمی و صدها خواننده فاسقه و فاجره ما داریم. انقدر فاحشه تاجیک و ازبک و پشتون و هزاره و از هر قوم ما داریم. ما بیایم بگیم که مثلا رقص دختران تاجیک نسبت بدیم به یک قوم؟ نه، فاحشه در هر قوم هست، فاسق و فاجر در هر قوم هست، لوتی و رقاصه در هر قوم هست. نسبت دادن اینها به یک قوم این نجات پرستی است. همون چیزی که الله سبحانه و تعالی من کرده ما رو، رسول الله صلی الله علیه و سلم من کردن. ولا یسخر قوم من قوم.
این مشکلی است که متاسفانه بعضی از این دعوتگران دارن که بعضی از قضایا رو نسبت میدن به یک قوم. من یقین دارم که نصفی از گوشت و چربی و پوست و خونی که در بدن آقای صاحبی است از خیرات و برکات عرب هاست. چه کسانی که در دوران هجرت بودن در پاکستان، چه کسانی که امروز در داخل افغانستان، همین دارالحفاظی که تو در اونجا قرآن حفظ کردی عرب ها کمک کردن، همون مدرسه‌ای که تو در اونجا درس دینی خواندی عرب ها کمک کردن، لباستون، کتابتون، مصحفتون همین مؤسسای عربی بودن. کدام مؤسسه تاجیکستانی و ایرانی و نمیدونم اروپایی و آمریکایی که نکرده این چیزا رو. علمی که امروز داری تو از برکت همین عرب ها است. تو برو از استاداتتون بپرس چند تاشون از مدارسی که عرب ها کمک میکردن فارغ التحصیل شدن. چرا امروز 4 عمل فسق و فجوری رو که در یک کشور عربی صورت بگیره نسبت میدی به عرب ها؟ که انه اگر فردا یک مزاری، یک تاجیکی اگر فاحشه‌گری کرد، اگر یک لوطیگری کرد، من نسبت بدم به قوم مزار، به قوم تاجیک، به قوم شما. خب این انصاف نیست. دوستان عزیز، دعوتگران گرامی، دقت بکنن در انتخاب موضوعاتشون و عناوینشون. این یکی از مشکلات دیگری است که فعلا مد شده. شما حج نرو که شما به عربا کمک میکنی. الله سبحانه و تعالی امر کرده که حج بیت الله الحرام رو فرض کرده برای کسی که استطاعتشو داره. و ما امروز صدها و هزاران مشکل دیگری در جامعه داریم که اگر اونا حل بشه همه مشکلات اقتصادی اجتماعی ما حل میشه. چرا زوم کردن روی حج که شما حج نرید؟